محمد سعید عبیدالله شهردار پیشین دوشنبه درباره خرج پول‌های بودجه برای ساختمان چند بنا در پایتخت مورد پرسش ماموران آژانسی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان قرار گرفته است. یک منبع معتمد در آژانسی ضد فساد روز 8 مرداد خبر مورد پرسش قرار گرفتن محمد سعید عبیدالله شهردار پیشین دوشنبه را در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد. مصاحب ما گفت که شهردار سابق در مورد صرف و خرج ساختمان بلندترین دوشنبه پلازا در مرکز پایتخت، بیمارستان استقلال و طرح منزل دسترس مورد بازپرسی قرار گرفته است. طرح منزل دسترس سال 2013 با حمایت شهرداری دوشنبه روی دست گرفته شد و قرار بود که نخستین منزل‌های نسبتاً ارزان در پایتخت در ماه سپتامبر سال 2015 صاحبان خود را پیدا نمایند، ولی طول کشیدن و به کندی پیش رفتن کارهای ساختمانی بعضی از سهامداران را نگران کرد و برخی آنها سال گذشته از خوف آنکه در آخر هم به خانه و هم به پول نمانند خواستار بازپس گرفتن مبلغ‌های تا این دم پرداخته‌شان شدند. نیمه ماه فوریه رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داد که سنجش استفاده پول‌های بودجه کشور و پایتخت برای ساختمان بناها در دوشنبه تا 1 ایول به انجام رسانده شود و در ملاقات با مقامات و فعالان دوشنبه که با حضور شهردار نو رستم امامعلی و بدون اشتراک محمد سعید عبیدالله گذشت، گفت در مقیاس پایتخت صادرشوی جنایت‌های خصوصیتی کروپسیونی داشته زیاد بوده و از مبارزه با کروپسیا نگران کننده باقی میماند. محمد سعید عبیدالله ماه ژانویه امسال از مقام شهردار دوشنبه برکنار و به جای او پسر بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان رستم امامعلی تعیین گردید. عبیدالله 20 سال اخیر ریاست دوشنبه را بر عهده داشت. او بعد از تأسیس پلده بالای پارلمان در ماه اپریل سال 2000 رئیس مجلس ملی نیز انتخاب شد و 17 سال باز این دومین مقام در ساختار دولتداری تاجیکستان را در دست دارد.